با بهانه به گروه جوانان دادن تعلیم دینی عقیده های اکستریمیستی خود را با آنها تلقین نموده 124 نفر را به تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی برادران مسلمان جلب کردند. Душка, когда мы тоже мы алола даме там вот дараце бай. Апади, сестра, тут одни дураки ничего не знают, тут правильного нету. Они рабочие ничего не знают. ما امروز تصمیم گرفتیم با هیئت همکاران و یکی از منطقه‌های بیاییم که در اونجا مردکاران مخصوصا در بازار سلطان کبیر که برای انتظار مشتریان یعنی برای خدمت رساندن به آنها که منتظر مشتری هستند روانه گردیدیم و وضعیت چنین شد که ما خواستیم وابسته به مسئله های مهاجرت که شاید طبق حادثه های اخیر نفر را اگر اخراج نمودند یا به چه خاطر از مسکو به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده است خواستیم دیدن نماییم و صحبت کنیم اما متاسفانه این تمام همه انتظاری های ما برعکس رفت و نخواستند نفرانی که در آنجا شرکت بورزند نخواستند که صحبت نمایند. امروز اگر ما درباره عمل تروریستی که در شهر مسکو مورد محکم عمل تروریستی کراکوس سیتی نام گرفته بود به آن نظر اندازیم در آن همچون گمانبر شونده شهروندان جمهوری تاجیکستان دستگیر کرده شدند.